قرار داره و یک هتلک زیبا و کوچک است. مراسم اونقدر بزرگ نیست دیگه. خب یک در بین گلدان داره دوستان عزیز. یک نمایه کم یک پنجره کم گرفته میده شب که بین بسیار چراغان میگوشه، بسیار زیاد موقعیت داره. تنها در اون طرف نیست دوستان عزیز، این طرف هم مردم یاد میشه و البته نگفتن اما دوستان عزیز از چهارراهی های زیبا و مشهور و مقبول و محبوب شهر کابل است که در یک نقطه بسیار استراتژیک هم قرار داره که از راهی که ما میم چهارراهی ترافیک و چهارراهی مارکت وصل میکنه و از طرف دست چپ از کارته. سلام و درود نصار تمام شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی و روزگارتون به خوبی خوشیوار سرپری شود. دوستان نهایت گرامی، ما دیگه از چهارراهی ترافیک شهر کابل گذشتیم، همونطور روان هستم به طرف چهارراهی گل سرخ بریم. بعد از وقت از چهارراهی گل سرخ همچنان دیدن داشته باشیم هتل تاج شاهی را در تصویر می‌بینیم که در این وسط قرار داره و یک هتلک زیبا و کوچک است. مراسم اونقدر بزرگ نیست دیگه. خب یک در بین گلدان داره دوستان عزیز. یک نمایه کم یک پنجره کم گرفته میده شب که بین بسیار چراغان میگوشه، بسیار زیاد مقبول میباشه دوستان عزیز. این طرف هم دیگه بلاک‌های مسکونی رو میبینیم که سمین پلازا هست دوستان نهایت گرامی و این طرف هم دیگه خزان است و برگ ریزان شمال میزنه و درختها برگایشان دانه دانه جدا میشه و چقدر زیباست این فصل و چقدر عالی است و چقدر عاشق داره دوستان این فصل. دوستدارای خود داره این فصل، بسیار دوست دارن. طرف تاج فرنیچر است و بلاک‌های مسکونی دیگه در تصویر دوستان عزیز میبینین. تاج فرنیچر است که فرنیچر بسیار بزرگ، منظور از این که کارخانه بسیار بزرگ داره و انواع فرنیچر تولید میکنه. ساختمان هم بسیار زیبا و مقبول جور شده. دو آن ساختمان از دوستان عزیز جدا طرف دست چپش مقبول تر است از نظر من البته. هم دست فروش ها دیگه آغاز و کار کردن، اما باز در اون طرف سرک دوستان عزیز بر علاوه بلاک های مسکونی در پایینش فرش فروشی ها و دکان های موکت فروشی و قالین فروشی موجود است. بنابراین اگه اون طرف سرک دیگه تیر شویم میگیره وقت زیاد میگیره و مقرر فکر میکنم که فرداش هم نداشته باشه چون دیگه تقریبا نزدیک هستیم به چهارراهی گل سرخ. طرف میبینیم دوستان از چک بخشایک زیبای جور کرده با اسکریم البته وقتش خلاص است، با سوپ یا حالا باشه خب پراته است، شیرچای است و همه چیزا. و این ساختمان رو در پهلوش ببینیم چقدر زیباست دوستان. البته این طرف ساختمان دست راستش مقبول است، در بینش فکر کنم یک شفاخانه هم هست. این طرف دوباره طرف سرک ببینیم که همون دکان‌های فرش و قالینه که وقتا گفتم در این بخشونه موقعیت داره. تنها در اون طرف نیست دوستان عزیز، این طرف هم این دکان‌های قالین فروشی و فرش فروشی موجود هست. ساختمان هم کنه در پلوی شفاخانه الحیات ساخته میشه، بسیار یک ساختمان که بلند و زیبا معلوم میشه. یک کارش خلاص شد ببینیم که چی هست و چی نیست. شفاخانه الحیات هم میبینیم دوستان عزیز که از شفاخانه های مشهور شهر کابل است و البته متخصصین بسیار لایق و ورزیده داره. طرف دوباره
تالار عروسی گل سرخ هم می‌بینید. من فکر می‌کنم دوستان عزیز تالار عروسی چهارراهی گل سرخ هم نامش از این تالار شاید گرفته شده باشه، به خاطر از اینکه نام خود چهارراهی بست است. یک بوجی کلچه پیاز 50 افغانی. تالار بست از دوستان عزیز نام از این چهارراهی اما گل سرخ میگنشه و احتمال زیاد شاید تاثیر زمین هتل باشه که چهارراهی هم دیگه ببینم پیش مردم یاد میشه. و البته نگفتن اما دوستان عزیز از چهارراهی های زیبا و مشهور و مقبول و محبوب شهر کابل است که در یک نقطه بسیار استراتژیک هم قرار داره که از راهی که ما مییم چهارراهی طرفی که به چهارراهی مارکت وصل میکنه و از طرف دست چپ از کارته پروان دوی شهر کابل میره به طرف پروژه تیمنی یا چهارراهی ناصر خسرو بلخی. واقعا دوستان عزیز یک جایی که مقبول و زیبا است. موتورا رو میبینید دست خراب بلند کرده که به معنی 500 فامیلی هست. اگه 500 فامیلی میری که دیگه ما سرک میگذاریم، هدف ماست که بریم طرف چهارراهی مارکت، چهارراهی پست. اون اطول چهارراهی هم باز است دوستان عزیز. روز وقتی به روزا بسته بود، امروز هم دروازه‌اش باز است. خب حوصله داخل رفتنش نیست دیگه. این موتورا هم 500 فامیلی میرن دوستان عزیز. بعضی ها زیرا میرن، بعضی ها حضورا. اینا هم از سرک بگذاریم دیگه. سلو این طرف در دوباره دوستان عزیز پهنتون سلام در تصویر میبینیم که یکی از پهنتون‌های شخصی بسیار عالی در شهر کابل و نامدار هست. البته نگفتن اما که محصلین زیاد هم داره، یعنی شک پهنتونه. البته نمای ساختمان شما دوستان از زیبایی هست دیگه. از درس داخلش یا محصلینش برای ما بگویه که چطور پهنتون است، درسش چطور است، چطور میگذره دوره تحصیلیتان یا محصلیتان یا دیگه فارغ شدین دیگه برای ما دوستان عزیز در کامنت ها درباره پهنتون و خاطره هایتان بگویید. میگم محصلین هستن دیگه دوستان عزیز، وقت تایم درسشان است یا کلش محصلین هستن که به طرف پهنتون میان. اون طرف هم به طلوع آفتاب خصوصی لیسه عالی خصوصی طلوع آفتاب. این سرک تاجور سلطانه کوچه دوم. ساختمان بلند و بزرگی تر ببینید دوستان عزیز. طیاره ها روی پرواز دارن، صدایشون بشنوین باشه که مال دوستان اونقدر بلند نیست. حتی شرکتش معلوم میشه که شرکت هوایی آریانا است. به هر صورت دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال هم سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همیتونه به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مردگار همیتان.